درود خدمت همه دوستا و وطندارا. خدا کنه که جور صحتمند باشیم. دوستا امروز میخوایم جواب کامنت های شما رو بدیم. چند روز پیش یک ویدیو گذاشته بودم به خاطر همین برگای سرشماری و کارت موقت که چی رقم گرفته، اینا رو میخوایم دوباره برایشون توضیح بدیم. خیلی هایشی که پاسخ داده بودم قبلا، باز دوباره یک سوالای دیگه پرسیده بود. مثلا میخوایم چند کلمه بسیار خوب بلدشون بگیم که سرشون درک شنه در کار گفته. انشالله خوش باشید. این ویدیو تا آخر سری کن. دوستا ما که رفتم کارت موقت گرفتم. کارت موقت چی داشتم گرفتم؟ برگه تردد داشتیم. برگه ترددی که از طریق شما هر سال مشودی مثلا خود بیمه کنیم، همچین چیزایی بالاخره با اون میتونستیم بیمه فعال کنیم. ما از اونا داشتیم به خاطر همون کارت موقت گرفتیم. و اون بعضی از دوستای دیگه هستن میگه که چی رقم گرفتین کارت امی برگه تردد رو تو چی رقم گرفته، چی کاره بوده؟ عزیز دل برادر، ما هیچ کاری نبودیم، نفر دولت هم نبودیم، یک آدم ملکی عادی بودیم که پدرم مشکل داشته، او را دولت ایران برای پدرم داده. رفتیم دنبالش گشتیم، خیلی هم زیاد تلاش کردیم تا این برگه تردد ما گرفتیم. الکی هر کس رقم نمیگه. ما از طریق قضیه حالی کارت موقت گرفتیم. بعدناش دیگه معلوم نیست، گفتن یا تبدیل به پاسپورت میشه یا تبدیل به کارت های دیگه میشه، تا هنوز معلوم نیست. فقط کارت موقت داده. و دیگه یکی دوستایی که پرسیده بودن ما مریض داریم دیگه چی رقم بریم، چیز بگیم، چیز خیلی لازمه که بگیم. برادر عزیز، خواهر عزیز، شمایی که مریض دارین، شما مدارک پزشکی هرچی داره، آزمایش، نامه از دکتر دیگه هرچی که دارین با خود حتما ببرین در دفتر اتباع، در دفتر کفالت خود. اینمی دو جا حتما برین، سر بزنین. اگه کارشم حل شد که خیلی هم خوب، اگه نشد تلاش کنین، دوباره برین. در یک دو دفعه اون نمیشه. ما برای پدر که کار انجام دادیم حداقل ما 7 ماه دویدم. 7 ماه این طرف برو اون طرف برو، حتی وزارت کشورش ما رفتم. خیلی از دوستان میگه که شاید همین که قدر قیافه زیر سعی کنی دیگه چیزا نمیخواد. نه برادرم، من جایی نمونده که نرفته باشم. وزارت کشورش رفتم، فرماندارش، همه جایش رفتم. در تهران رفتم، در خود اصفهان رفتم. 4-5 جای ما میتونیم سخت تلاش کنیم با کمک و همکاری بعضی از دوستا تانستیم تا این بیمه را فعال کنیم و از این برگای تردد بگیریم. چیز ساده این نیست گرفتن عزیز، سخته خیلی. تو بخوای ثابت کنی، تا تو ثابت کنی خیلی ماها طول میکشه تا از وزارت کشور تایید کنه کاره ای همچین مریضی داره، همچین مشکل داره. اون موقع برگه تردد برای صادر مونه، بیمه صادر مونه. او زمان زیر نظر سازمان ملل موری. یعنی گپام هست دیگه. حتما ویدیو را تا آخر ببیننده باشین. میخوایم چند تا گفتنی های دیگه هم هست که برایشون بگیم. دیگه اونایی که گفته بود ما سرباز هستیم، چند روز پیش رفتیم کارهای خود انجام دادیم، هنوز هیچ خبری نشده از کارتای موقت از ما. برادر عزیز، شما باید صبر کنین. اگه صبر هم نمیتونین، یک روز در میان حتما دفتر کفالت خود مراجعه کنین، حتما خبرهای دست شما میرسن. چون خیلی از دوستای ما سرباز بودن در افغانستان، رفتن کارهای خود انجام دادن، بعضیشون گرفته، بعضیشون هنوز خبرایی نشدن. دیگه شما صبر کنین. اگه صبر نمیتونین، یک روز در میان حتما برین دفتر کفالت، اونجا دیگه حتما کارا رو انجام میده برایشون. با تشویش نباشین. و دوستایی که به این روزا میگرن، مثلا پلیس از 4 طرف میگیره، از پارک میگیره، از سر کارش میگیره، از این طرف میگیره. اگه برگه خروجی نگرفتهشین، از اردوگاه بلدهشون یک نامه نوشتن، نامه میگه مستقیم باید بری
برگه خروجی بگیری. همین جنگولا از ما گرفتن دیگه، گفتن باید بری برگه خروجی بگیری. اگه برگه خروجی نگیری دیگه مایده جان تو هیچ. یعنی رقم داستانه و اونایی که پلیس بودن بلدیش گفتم دیگه باید یک روز در میان اگر مدارکتون هم ده تا هنوز یک روز در میان برو دفتر کفالت یا 2 روز بعد یک دفعه برو سر بزن که کارایت یک موقع و از یاد از اونا نرفته شد. امو مدارک تمانج من داشته هنوز نفرستاده باشه. از این داستان موشه و ویدیوهای دیگه هم هست دوستان. ما بزودی بلدیشم جور منم. اونایی که کارت موقت گرفتن، اونایی که پاسپورت داشتن، پاسپورت خانوادی و اونایی کارت آمایش دارن، اونا دیگه حتما بلدیشم یک ویدیو خوب جور منم که سرشون درک شدن. اینا ما چند دفعه بلدیشم گفتم ولی متاسفانه بعضی از دوستا دوباره همون سوال پرسانم تو چی رقم گرفته؟ برادر من اینی رقم گرفته، اینی داستان بوده، اینی هم اینیزی طریق گرفته ولی بازم نمیشه. ویدیو را امیت خوب کامل سعی کنه همه ویدیو را که ما چی رقم گرفتم، چی رقم شده، چی رقم بوده. ویدیو رو سعی نمونین ما این ازت کامنت نوشتم برادر تو ویدیو تا آخر سعی کن ما چی رقم گفتم، چی رقم شده دیگه. خدا کنه که جور صحتمند باشین. ما یک ویدیو دیگه هم بلدیشم به زودی جور منم. حتما ببیننده باشین. خدایا رو نگهدار شون.